چوپانی در جمع تعدادی از ورزشکاران صبحگاهی تویچر هست. به مناسبت هفته بهزیستی اومدیم بازدید از آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین. با نام آغاز میکنم که نامش خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان ورزشکار از جنس گروه فرهنگی ورزشی توحید سبزوار. رسم گروهتون همینه دیگه. شما مردم خوب شهرمون، چه اونایی که تو سبزوار مقیم هستن، چه اونهایی که در شهرهای دیگر هستن، چه اونهایی که در کشورهای دیگر هستن، از سال 79 همراه ما هستن. وگرنه خودتون دو تا 4 تا بکنید، این فضایی که ایجاد شده به این سادگی ها شکل نمیگیره، هرچند که 25 سال زمان صرف شده باشه. وجودی اونجا قرار گرفته، یه تعداد عروسک، لیف، اسکاچ، یک دو تا نمونه گلیم، اینا کار خود بچه هامونه و میریم کارگاهشون رو میبینیم در همون کارگاهی که بچه ها خودشون دارن اینها رو تولید میکنن. مسئول آماده ای؟ برو 1 2 3 برو. آسایشگاه امیرالمومنین سبزوار پذیرای 130 تا توانخواه ذهنی هستش که دختران بالای 14 سالن و ما حتی توانخواه 70 سالم اینجا داریم که خب با توجه به نیازهای دخترانشون چیزهای مختلف اینجا استفاده میشه. و عرضم به حضورتون که بچه‌های ما اینجا اختلالات مختلف دارن، اختلالات ذهنی، اختلالات تکلم، اختلالات که اکثرا هم مادرزادی هستن و شاید بعضی از بچه‌های ما بالای 10 تا 15 سالی که اینجا دارن زندگی میکنن. بعضی از تماشاها تازه به ما اضافه شدن و بعضی تماشاها قدیمی ترن. مجموعه ما یه خوبی داره، 2 تا مربی خیلی خوب داریم که خدا رو شکر دارن توی زمینه با پشتوانه صبر و حوصله‌شون و البته بر پایه کارهای علمی دارن برای بچهای ما کار میکنن. خیلی از بچهای ما قبلا خیلی پرخاشگر و عصبی تر بودن، الان با توجه به اینکه دارن کار میکنن و اصلاح دستورزی دارن انجام میدن خیلی باعث شده که آرومتر باشن و با محیط خیلی بهتر و سازگارتر باشن. خریدم، کاش بیشتر می‌خریدم دیگه. خیلی هم از کاراشون راضیم، عالی. انشالله انگیزه گرفتیم با دوستان پنجشنبه ها، جمعه ها، هر وقت شد یک سری بزنیم، سفره خونش، تالارش، حامی بچه ها میشم. آره بودم من، یک سری خیلی چیزی آوردم، خیلی دیگه این دفعه اومدم انگیزم بیشتر شد برای بچه ها، برای بچه های همسایه این برو جان. بله خدمت شما، قربانه شما هم سلامت باشید انشالله. ممنون خانم، قربانه دست شما در نکنه.
اختلالاتی که ما داریم طیف اوتیسم داریم، طیف داون داریم، اختلال توجه تمرکز داریم، بچهای سایکوتیک داریم، سی پی داریم و گسترده از طیف بچه‌هامون و اختلالاتشون. ولی از همه مهمتر من یک مطلبی هست که خدمتتون عرض کنم. ما خیلی خوشحال میشیم که شما تشریف بیارین حضوری بچهای ما رو از نزدیک ببینید. خیلی از ذهنیت اینو دارن که ما بچه‌ها رو ببخشید میبندیم یا بچه‌ها مثلا حمله میکنن یا بچه‌های عصبیه. من خودم چند سال دارم اینجا کار میکنم، نیروی هستن که 20 سال دارن اینجا کار میکنن. بچه‌هایی هستن که به شدت مهربونن، دوست دارن و من هر روز صبح که میام همه بغل مثلا به احترام بهم میذارم، میبوسنم و وقتی دارم میرم تازه کلی با هم خداحافظی میکنم و منتظرم فردا صبح دوباره حتما بیام و جلو در وایسادم. مرسی از اینکه امروز عزیزان ما اومدن اینجا و گروه ورزشی توحیدشهر. ممنون آقای فرجامی، آقای کارگری و آقای بلوکی هستم و همچنین شما عزیزان که اینجا حضور پیدا کردیم. عالی بود. من خیلی حس قشنگی بهم دست داد. یعنی این حس رو نمیتونم هیچ جای دنیا برآوردش کنم. خوبه عزیزم. مرسی ممنون. اسم چیه؟ اسمم اکرم. چند وقت اینجا داری کار میکنی اکرم جان؟ دیگه وقتی دارم یا کار میکنم 2 سال. تا حالا چند تا درست کردی از این فرش؟ تا حالا زیاد درست کردم. آفرین. چجوری یاد میگیری؟ کی بهت یاد میده؟ مربی مگه نشه میده. مربی بهت یاد میده؟ چجوری یاد میدی؟ میشه یک کلمه قشنگ. به منم یاد بدی؟ مثلا 2 تا میرم اینور 2 تا میرم اینور. آفرین. قشنگ همه رنگا و اینا آره رو بهت همه میده؟ رنگ‌آمیزی ها خودم میزنم انتخاب میکنم. مربی خانومیزیه. خانومیزی. بعد این طرحش از کجا میاری؟ طرحش واقعا مربی نشون میده. مربی نشون میده. من آگجیامه. من پیش میکنن سوار ویلچر میذارنه، دست جمعی در خدمت خانومن، دست جمعی میذارنشون ویلچر، دست جمعی ویلچر میذارنش روی تخت. بعد یه گروه داره برای خودش صدا میکنه بچه‌ها ما رو ببرید، بچه‌ها ما رو بیارید. آره که آره. بس خیلی خوش میگذره. آره. خوشحالی اینجایی؟ آره. اینو یاد گرفتی؟ آره. میدونی اینجا کجاست؟ آسایشگاه امیرالمومنین. آفرین. ما 35 تا بچه داریم تو کلاس که 2 تا مربیم باشون عروسک‌های بافتنی، نمدی و گلیم بافی کار میکنیم. بچه‌های ما اینقدر توانمند شدن که ما سال 94 95 براشون مدرک فنی حرفه‌ای گرفتیم و اینا رو بردیم مسابقات کشوری تو رده خودشون. مریم مقام 3 کشوری رو گرفت و یکی دیگه از بچه‌ها مقام 2 کشوری رو گرفت. بچه‌ها هستن مثل اکرم که وقتی که 7-8 ماه از اومدنش رد شده بود که اصلا کلا چون کارش بعد با ویلچر بیاد نمیتونست بیاد، مجبورش کردیم و یه چند جلسه آوردیم. بعد که آوردیم این با بچه دست ورزی کار شد و دستش کم کم باز شد و خودش وقتی طرح‌ها رو روی کار انجام میداد خوشش میومد. ما بچه‌ها رو توانمند کردیم مثل پریسا که الان دیگه کلا نقشه رو من بهش بگم پریسا 2 تا برو به سمت مهری، 2 تا بیا به سمت من، کامل انجام میده. یا نمونه کارها لیلا هم همینجور از بچهای خیلی خوب ماست که وقتی کار رو شروع میکنیم بقیه کارها رو انجام میده. هدف ما از اینکه بچه‌ها بیاین سر کار این نیست که حتما تولید کنن کارو. هدف ما اینه که از داخل بخش این بچه‌ها پاشن بیان تو محیط کار قرار بگیرن که وقتی با رنگ‌ها بازی میکنن این رنگ‌ها باعث آرامش اونا میشه. و شما میتونید بیاین از این بچه‌ها سر بزنید، ببینید کاراشونو. این بچه‌ها خیلی خوشحال میشن. بچه‌هایی که به شدت مهربونن و اون ذهنیت خارجی که متاسفانه وجود داره به دلیل عدم آگاهی، این که بچه‌ها بسته میشن یا حمله میکنن یا یه چیزایی که شاید تو محیط‌های اجتماعی دیده شده، اصلا اینطور نیست و بچه‌هامون به شدت اجتماعی و آدمیزاد واقعی هستند. بچه‌های پرخاشگر هم داریم ولی نه به اون نحوی که تو ذهنیت‌ها شاید وجود داشته باشه که میگم دیگه، چون من خیلی از من میپرسن که بچه‌ها بهت حمله نمی‌کنن، بچه‌ها مثلا رو سریتو نمیکشن، مثلا بهت ضربه نمیزنن. نه، واقعا بچه‌های ما تا اون حد نیستن. نهایتش که دستتون میگیرن موقعی که خیلی دیگه به هم ریخته باشن، که بارها این اتفاق برای خود من افتاده. مثلا دستتون میگیرن، یکم به هم ریختن، سر و صدا میکنن، اوج عصبانیتشون، یکم داد میزنن، سر صدا میکنن و بلافاصله آروم میشن. یعنی ما با راهکارهای روانشناسی و رفتار درمانی هایی که داریم با روی کرده خیلی وقت با بچه‌ها میتونیم اوکیشون کنیم، آروم میشن. حالا قلقای رفتاری دارن هر بچه‌ای، مثل بچه‌های تو خونه که هر کدوم یه قلق رفتاری دارن.